تشکر منیژه جان که خودت تقاضای ما را لبیک گفتی و از شهر کولاب و شهر دوشنبه به خاطر مصاحبه حاضر شدی و زحمت کشیدی و آمدی. تشکر. به نامی که یک توست و به هم توست، اولا سلام خود را با سلام گرم و پر از مهر و صمیمانه خود را به کل مردم افغانستان از نام خلق تاجیک میرسانم و براشان گفتنی هستم که تا آن دمی که هستن و هستم همراز و دمساز آنها هم. منیژه جان میخواستم اولین سوال از اینجا شروع کنم که چطور شد که به هنر موسیقی روی آوردی؟ به هنر موسیقی روی آوردن من این آرزوی کودکی من بود. از روزی که خود را میشناسم، یعنی که از کودکی در دل فقط یک آرزو بود، آرزوی صنعتکار شدن و این آرزو مرا روی صحنه آورد. اولین شنونده آهنگ های کودکی کی بود؟ راستی گپ اولین شنونده آهنگ های کودکانه من وقتی که در خانه هیچ کس نبود، همه می رفتند با کار و چیزهای خودشون، وقتی که تنها می موندم در خانه پدرم یک آینه 3 طبقه بود. آینه 3 طبقه؟ بله. وقتی که اون رو جمع می کردی در موبایل می ایستادم، یک منیژه 3 منیژه می نمود، چند تا منیژه می نمود و در موبایل می ایستادم و آنها رو مخلصان خود حساب کردم، با آنها سرود می خوندم. یعنی که اولین مخلص من آینه و همون دخترکانی که در آینه می نمودن، آنها اولین مخلصان من بودن. و با طرف او دخترکا که نگاه میکردی ایمان داشتی که امی دخترکا یک روز ستاره مشهور هنر تاجیکستان میشن؟ نمیدونم از چی باشد، ولی در دل از کودکی همین ایمان داشتم. نمیدونم از چی باشد، باوری سخت داشتم. میفهمم منیژه جان که در افغانستان هنر تا بسیار دوست دارن. اول نمیدونستم حاضر دوستای افغانی که میآیند میرسونند، کمونی میدونم که سرودهای من پخش میشوند. میندارم از لطف و محبت آنها. گرکنی یاری و گر آزار بر من بگذرد، هرچی میخواهی بکو ایار بر من بگذرد. کدام برنامه دارین که برای کنسرت به افغانستان برین؟ راستی گپ برنامه البته است. وقتی که صنعتکار هیچ وقت به برنامه نیست، دایم در جستجو است، دایم در تیاری سرود است، دایم یک خودتون میدونید مثال که ما با شما همکاری داریم در واسطه شعر و سرود. در حال حاضر تیاری کم و بیش برای برنامه در تاجیکستان هست، لیکن اگر جدی دعوت کنند باز با همین برنامه کنسرتی میتونم که به افغانستان روم. چرا اکثر آهنگایتان آهنگای تراژید است، آهنگای غمگین است؟ نمیدونم، شاید این از درد دل مردم باشد. شاید چیزی میخوام سرایم که برای دل مردم به دل مردم نزدیکتر باشد، یا ممکن آواز من به چنین آهنگ ها بسیار جورتر بیاید. یعنی درد در پشتی حرف نیفته نیست؟ ممکن دردم باشد. خب بله، سوالا بیتر از سوال باقی بود. زیمن بهود امیرنجی شنیده تهمتی ناکس، مرا با چشم خود بیگر مجو از غیبتی هر کس. چند البوم یا کست شما به دست علاقمندایتان رسیده؟ اگر راستش رو گویم سرودهایم خیلی زیاد هستند، لیکن متاسفانه یک البوم دارم. وقتی که حاضر در پی دوم البوم هستم که از هر جا ما سرودهایی که تیار کردم جمع کنم و دوم البوم خود را تیار کنم تا که به گوش مخلصان خود رسانم. و البوم دومم 1 سال پیش تیار می شد. متاسفانه از روزی که پدرم گذاشتن من 1 سال بود که روی صحنه نبودم. خدا مغفرتشون کنه. شما بعد از 1 سال وقتی در روی صحنه برآمدین با یک آهنگی که تقریبا شکل پنجابی داشت، شما در سرود سال تاجیکستان آهنگتان سرود سال شد و جای یکم گرفت. چی احساس براتون دست داد که بعد از 1 سال که شما سوگوار بودین و اولین برآمدتان جای اول گرفت؟
بله، در حقیقت یک سال پوره بود که من در روی صحنه نبودم، به خاطر که پدرم گذشته بودم و بعد از یک سال مشقت. البته اولین احساس کمتر ترس در دلم جا شده بود. باور کنید یک هیجان در دلم بود که گویا که من اولین بار در صحنه برآمده باشم و البته مخلصان خود رو خیلی یاد کرده بودم و خیلی غمگین بودم از آن که از آنها دور بودم. در حقیقت من در این یک سال فهمیدم که من به صحنه، به سرود، به مخلصان هیجم و هستی من آنها هستم. و البته این باز یک بار دیگر باعث بیدار شدن.